توطئه چینی بر ضد دو ملت، ادعاهایی که این بار از هتلی در کشور کوچک و نوظهوری به نام جمهوری آذربایجان، همسایه شمالی جمهوری اسلامی ایران آغاز شد. پارکین، هتلی در باکو که جمع وابسته به دشمنان و بدخواهان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان، چندی پیش در اون دوره هم جمع شده بودن و با کشیدن نقشه خواب و خیال تجزیه و ضمیمه‌سازی سر ایران آذربایجان رو به این جمهوری کوچک و تازه استقلال یافته می‌دیدند. نماینده های آذری زبان خانه ملت از نخستین ایرانیانی بودند که در 2 هفته گذشته این توطئه چینی ها و نقشه کشیدن ها رو محکوم کردند. ما نمایندگان مجلس اسلامی اخطار می‌دهیم جلو شرایط را اگر نگیرید ما در مجلس عهدنامه‌های ننگین سیاه تحمیلی گلستان ترکمنچای را به نظر خواهیم گذاشت. اگر سران شیران آران راست میگویند اجازه بدهند الحاق 17 شهر جدا شده از ایران اسلامی به همه پرسی اهالی منطقه گذاشته شد. عرض این بوده که ملت بزرگ ایران مسائل مربوط به حوزه خارجی و امنیت داخلی و مسائل داخلی وحدت وارد و به هیچ عنوان کشورهای دیگر و افرادی که یا اشخاصی که دولت‌هایی که ادعای بی‌پایه و اساسدار اولا اجازه ورمز در که چون این ادعای سخیف مطرح کنن. اما خب آذربایجان حواس جمع olsun که مبادا ناخواسته جدا کشورهای مثل آمریکا و رژیم صهیونیستی دامنه نچی و باطلاقتا جدا که الیه bilmiyor بعدن چخال. مردچا اخیراً با گروهک خائن وطن فروش تجزیه طلب داخلی گربه بزک کردند. اگر قرار به الحاق باشد به جهت صدها دلیل مستند موجه کشور آذربایجان به ایران خواهد پیوست. شما گرباغتان را پس بگیرید، اردادر جدیدتان پیشش. عزیزان، دارد 1000 در و صدف دم نمیزند، یک بیضه مرغ دارد و فریاد میکند. Biz özümüz qardaş ülkəsən Azərbaycanla. Hətta bir tədad bizim famillərimiz Azərbaycanda var. Azərbaycanlıların bir tədad familləri var. Biz bir milləti mesela yaxın, qardaş və bir-birimizdən himayət edirik. Bu cəhətə görə ki, mən tavsiyəm budur ki, bu hərəkətlər ki, Amerikanın istədiyi şey budur, Səhyonistun istədiyi şey budur ki, ixtilaf sala iki millətin arasına siyasətmədaran və dövlət Azərbaycan heç vaxt belənki bir mesela o siyasi oyunlara varid olmasın ki, öz zararlarına tamam bular. این گروه در حال این ادعای بی پشتوانه و بدون سند رو مطرح می‌کنند که ادعا علیه تمامیت و حاکمیت ارضی جمهوری اسلامی ایران هزینه سنگینی داره و احیای عهدنامه منسوخ و تاریخ گذشته ترکمنچای یکی از این هزینه هاست. گلدوزی، خبرنگار شبکه خبر، مجلس شورای اسلامی، بهار